چه خوش امروز برین انجمن با زفرهای نمایان آمدی هر یکی از مهنتی شایان خود سرخ روی چهره خندان آمدی هر یکی از مهنتی شایان خود سرخ روی چهره خندان آمدی овози марғуладор ва сурудҳои дилнишини ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҷурабек Набиев солиёни тӯлонист ки дар дили ҳаводорони санъат маво гирифтаанд. ин марди ҳунар шахсест ки ба санъат, ба ҳунар, шеъру сухан эҳтироми хоса дорад. суҳбати мо низ аз боби санъат оғоз ёфт. санъат соҳаи гуногун дорад. ман шояд аз дигар ҷабҳаҳош бехабар бошам, лекин аз санъати саравандагӣ каме беш дахлдор ки ҳастам мефаҳмам. ин ҳунари ман бевосита бо мусиқӣ вобаста аст. мусиқӣ ин омиле ки кас ҳамин дарду дилаша завқу шавқаша бо ин сурудҳо бо мусиқӣ ба халқ пешниҳод мекунад. аз кӯдакиам ки мин муҳаббати саравандагӣ мусиқӣ дар дил мепарварам. کوتاه کرده گویم اگر به موسیقی من زندگی کرده نمیتونم. برای همین من هم خودم را به موسیقی بخشیدم. موسیقی این برای من حیات است. بچگی من بسیار به دوره های وزین حیات راست آمده بود. خیلی من اینقدر حس نکردگی باشم چون که بچه بودم ده. اشکام گرسنمی، سرمی، این چیزها یا در یادم نیست راستی. لیکن میدونستم که قشاقی بود. خیلی مرا مادرم تنها مادرم تربیت کرده. اگر من دو نیم ساله از پدر مانده که تنها مادرم مهنت کرده. کس اینقدر سلامتیشون اینقدر بخوات هم نبودن. با وجود آن کار کرده همه زندگی میکردیم ده. زمان کودکیش را که به خاطر می‌آورد به‌واسطه مناسبت مردمی آن دور به صنعت به یادش می‌رسد. در کودکی من قریب که تلویزیون حالی پخش نشده بود. در یک محله یک تا یا دو تا هم خیلی تلویزیون باشدم. رادیو هم اینقدر تکامل نیافته بود. با وجود آن مردم بسیار همین موسیقی سرود رو بسیار احترام میکرد، بسیار دوست می‌داشتند. جدا هم حتی من میتوانم گویم که با سرود و موسیقی سیر نمیشد مردم، همین خیلی تشنه بودن. لیکن صنعتکار رو آنقدر احترام نمیکردن. ساحه صنعت را کسب نمیکردن. در حقیقت همین صنعت این هنر است. این کسب نبود. تا دوره‌های همین انقلاب اکتبر اگر اهمیت دیگر همین تئاترها هم
از حساب معلم زیاییان اکتورها جمع کرده رول بازی میکردن. خصوصا زنها در تئاتر کار کردنش هیچ ممکن نبود. ما مردها را مردم ما صنعت با وجود اونکه صنعت را دوست میدارن، لیکن به صنعتکار اینقدر اخلاص و احترام زیاد نداشتن. برای چی این؟ من همه خیلی فکر میکنم که شاید سبب اساسی همین باشد که دانسته ندانسته بسیار علماهای دین اینا منع کردن. اکثر هنرمندان مخصوصا آوازخوان‌ها میگویند که سرایندگی برایشان هنری میراثی است. اما جورابک نبیف را تماما دیگر سبب به عالم موسیقی آورد. قدم‌های نخستینش را به یاد آورده چنین میگوید: از اولادای ما بگان صنعتکار نبرآمده است، لیکن من از پدر بسیار کودک ماندم، 2.5 ساله مانده که من تنها فرزند، یک فرزند من. بعد موسیقیدان همون دوره میگفتن که پدرت هم آواز خوب داشتن، خیلی در مهمانخانه ها گپ و گشتک ها پدرت سرود میخوندن، بسیار آواز خوب داشتن. گفتن شنیدم این خیلی حالت ها بوده همون دوره ها. لیکن من از جوانی بسیار اولها دور نوازی را بسیار دوست می داشتم. با مادری رحمتی هم میگفتم که به بازار رود اگر یک دایره‌چه خردک برای من خریده بیا. هر دایره‌چه خریده می آمد. بعدتر به مکتب رفتنم دفتری سرودم بود، سرودها بسیار بود، همه بسیار شرمین بودم. یک کوچک به در آمده همه دایره نواخته سرود میخوندم. بعدتر در وقت خواندن مکتب، البته در کروژوک خود فعالیت در مکتب وجود داشت، از بیرون با واسطه تلویزیون بسیار آنها را مشق آنها را تماشا میکردم. هنوز از آوان کودکی خیلی شرمگین بود. لحظه های اولین روی صحنه آمدن و شرمگینی هایی که مانعی پیشنهاد هنرش می شدند به یاد آورده به اختیار تبسم می کند. در مکتب، صحنه مکتب ها در ناحیه کلخواز آسته آسته برآمده های ما سر شد. حالی گفتم که شرمین بودم. اولین بار صحنه برآمدم صحنه ناحیه بود، یک کنال آزمون ولایتی بود بفکرم. اولین ناحیه برآمد کردیم، از مکتب گذشته. باور کنید اگر هم صحنه برآمده نفس هم بتون فرو رفت. یک کبلیت سرود را خیرت و جوری من بود و خوند. من عموما نفس هم نبرآمد، همین خیلی شرمین بودم. ده بعد خیلی آسته آسته شرمم پیر می شده است. انسان هم پیر می شده. از دست عادت کردیم صحنه ها، دیگه حالی هم هست شرمه. همیشه سیمای مادر را با احترام به یاد می آورد. یک سبب موفقیت هایش را به مادر وابسته می داند. مادر من خیلی کسان همچنین انسان سرود را دوست می داشتن مثل دیگر، چون که حافظا بسیار کم بودن، حافظای ناز خصوصا کم بودن. لیکن من کرسی یکم دانشگاه پداگوژی شهر کجام میخوندم. نیمه کرسی اول خوانده، بعد خواندن میپرتافتگی شدم. من به تئاتر کار میدارم بودم. هم وقتا درستتر میخوندیم ده به تئاتر کار درآمدم. لیکن مادرم ممکن شاید حالانکه گفتگو هم سببش باشد، صنعتکار آیندهش معلوم نیده. تا مثال 60 70 80 ساله کی سرود میخونه؟ خیلی رفت 70 80 گوید تا 60 هم سرود خواندم، بسیار کار دشوار بود. خواندم ممکن، لیکن خلق قبول کردنش بگم. برای همین شاید باشم مادرم سخت
شرط ماند که همه یا میخونه یا کلخاز برآمده کار میکنه. همین دو راه تو با. بعد اونی که مکتب دانشگاه تمام میکنه بعد اختیارات در کجا کار کنه. بعد مجبور شدم باز خواندن رو دوام دادم. خواندن رو دوام دادم از کورس پنجم علاقه من به تئاتر اعضا شده بودم. کار میکردم کم کم. همه استادهایی که پیش از من گذاشتن از همه‌شان آموختم. همه‌شان رو گوش کردم. خصوصا استادهای بزرگی همین سراینده های شش مقام، سرودهای ملی عنعنوی سنتی را میخواند که همه‌شان قریب که من استاد خود میشمارم. لیکن در بین اینها زیاد بزرگشان جراخان سلطانov، کامل جان آتنیازov، مامور جان زاخov، برنا ایساق، بای محمد نیازov، بعد نیریا امینov بودن. بسیار استاد بزرگ بودن. اون کس نهایت به شش مقام استاد خیلی شش مقام خان، شش مقام دان در تاجیکستان کم اندر کم. جورابک نبیف مهری به اندازه به شش مقام و سرودهای کلاسیکی دارد. به اندیشه او این سرودها برای تربیت و به کمال رسیدن انسان مکتب بزرگی میباشند. چون خودش به تاثیر آنها به وی رسیده است و شنیدن و سراییدنشان را خیلی دوست می‌دارد. شاید محیط باشد. و من همین سوال را بسیار میدم. همون دوره، همون محیط شاید به من تاثیر کرده باشد. چون که همون دوره ها از رادیو تلویزیون فقط سرودهای سنتی شش مقام به مثل شش مقام سرودهای عنعنوی سنتی خودمون در اساس شش مقام آفریده شدگی بسیار سرودهای زیبا داریم ما. به شش مقام نزدیک از همون فرزندای شش مقام گویم هم میشن. همون چیزها رو همین خیلی سرودها رو ما گوش کرده کلان شدگی. اون دوره ها این سرودهای استراده شوخی جدا هم بی‌مزه اگر نبود راست میگم. همه مردم هم همین گوش میکرد. سرودهای معنیدار را گوش میکردن. هم آهنگش، هم سراینده، هم متن و این چیزها اهمیت میدادن. من همین خیلی فکر میکنم. بعد یک چیز رو گفتم. من دیروز از کتاب محمد اقبال را ورق زدم، شعرهاش خواندم، کتابچه‌اش خریده بودم. بسیار بلند گفته است درباره همه مقام. نوا ز پرده غیب است ای مقام شناس، نه از گلوی غزل خوان، نه از رگ ساز است. رسید مژدکی ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماندن. من ارچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیست چنین محترم نخواهد ماندن.
دار به شمشیر میزند همه را کسی مقیم حریم حرام نخواهد ماندن این مردی هنر مهنت را دوست می‌دارد. اقرار می‌شود که پیوسته در جستجو و تکاپو است، ولی محبت اگر باشد زحمت سنگین به کس نانمایان است. اول محبت به موسیقی، به سرایندگی. بعد البته مهنت کردیم، شب و روز کفت و کف کردیم، غزل ها میکوبم، آهنگ میکوبم. حتی آهنگم هم وقت نمیبیاد، آهنگای نه خوب. حتی همین خیلی وقتا شدگی که یک غزل رو دوست میدارم، بسیار به من معقول، لیکن همه موافقه همون غزل آهنگ یافته نمیتوانم. همه خیلی شدگی که 10 سال 15 سال همین چیزها رو از خود کرده گرفته گشتگی من بسیار. چون همون آهنگ بعضی غزل های هم تو میخونید خودش آهنگش میگوید و همه کتاب و ورق زنید از مصرع اول خودش آهنگش پیدا میشد. زمین و آسمان من توی مادر جهانی بیکران من توی مادر در این دنیا که بی رحمی و بی مهریست بنیادش یگانه مهربان من توی مادر یگانه مهربان من توی مادر همه یک باره همه موسیقی آمد، یکان تغییرات علاوه یکان موسیقی در آوردگی منه بسیار صورتهای یکم یک آهنگش اولش میبیاد، بعد بعضی جاهاش تغییرات میدارند موسیقات همه خیلی بسیار، لیکن همه به یکان علاوهگی همه هم خیلی که آفریده شد همه خیلی مان. جوربک نبیف میگوید که از صحبت نفرانی که به قدر سخن، صنعت و هنری بالا نمیرسند دلگیر میشود و عکس نفرانی را که به این مفهوم ها ارج میگذارند حرمتشان میکند. وقتا که قدر شناسی نمیکنه، یک قدر شناسی که همه مردم را، همه قدر سرود را نمیدونن. همه به یک دوره درام اگر من میدانید که به کدام سرود ها شوق دارم و محبت دارم. اکثریت نمیفهمد یک سرود شو خوانید یا این خوانید و خوانید دلگیر میشم، دقت میشم، بسیار غمگین میشم که چرا وای نمیفهمد سرود را. سرود آخه چه سرود نشده کن و به اندازه ما به فکر فهمیش ما، من شخصا سرود مکمل باید هم متنشو هم آهنگش هم اجرای هم سرود مکمل شده نشه کنم. به هر حال استادهای بزرگ زیاد را دیدم من، اگر حافظی که آنقدر بزرگ نباشم هم من خودم بعضی
به دلم تسکین میتیم که من حافظی بزرگ نباشم، حافظی بخواد نباشم هم من شنونده بزرگ، چون که من از اون چیزهای میفهمم، کم کم باشد هم میفهمم و از همون لذت گرفته میتوانم. همینش بس برای من. شهرت بسیار چیزی بزرگ، همه میخواد مشهور شود، خصوصا صنعتکارا به این بسیار اهمیت میتن، لیکن شهرت مسئولیتش بسیار مزه. شهرت نه، البته معروف شدن بسیار برای انسان، البته هر کس هم شده نمیتونه دیگه، و خودش مسئولیتش هست. شهرت بسیار دشواری هاش هست. شما دایم در نظر مردم هستید. جورابک نبیف واژه استوره را بخصوص استوره صنعت را نمیپسنده. به اندیشه هنرمندی معروف، آن نفر به این عنوان شرفیاب است که با زحمت‌های شبانه روزیش در دل و دیده مردم جای میگیرد. البته خود را ستاره نامیدن خودش ناخواستاره. یک چیز را میفهمم که حاضر شو بیزنس میکنن، این واهمه میکنن، رکلام میکنن برای پول جمع کنی. ستاره پول جمع کنی و ستاره صنعت نه. ستاره صنعت من همین خیلی میحسابم که خود را همین فدا میکند برای همین هنرش، جانش دریغ نمیدارد، وقتش دریغ نمیدارد. این خیلی ستاره ها گذاشتن که تمام عمر به صنعت همین تاجیکستان مثلا یا دیگر مملکت یا دیگر ملت خدمت کرده میگذارد. این های ستاره نامیدن میکنه، یا که یک نام یک ملت برای نام خودش نه، نام یک ملت به دنیا معرفی میکند. این ها ستاره. این چی این ستاره ها؟ جورابک نبیف شعر و سخن را خیلی گرامی می‌دارد و از آن افسوس می‌خورد که شاعر نیست. من خصوصا به شاعران حواسم می‌دارم. در نظر من بهترین عطای خدا این شاعره، چون که نویسنده ها کتاب رمان ها می نویسن، شاعر همونه در یک غزل یا که در یک بیت گفتنش ممکن. برای همه من بسیار دوست می‌دارم. افسوس که من شاعری کردن نمیدونم، لیکن برای فکر من شاعری از همه بهترین عطای خدا من. از روزی ناتوانه اندیش تا توانه، مینوش با جوانان در موسمی جوانه. با پیر در گفتیم که از 10 چیز حاصل، گفتا که با دو همدم یک دم به شادمانه. گفتا که با دو همدم یک دم به شادمانه. باور مکن که داری احوال جام جم را، تا از خطی پیالت یک حرف بر نخوانی. گر لذتی زی عمرت بر کام جان رسیده است، باید که یک نفس را بی ضبط نگذرانی. باید که یک نفس را بی ضبط نگذرانی. سه نفر پسرم،
چهار نفر پسرم است، 3 نفر به موسیقی رفتن. کلانه جنگ نواز آموزشگاه موسیقی رو تمام کرد، بعد کنسرواتوار تاشکند رو ختم کرد. شفقت نامش، دویمش شهرت و از جوانش همه شفقت بود ویم با تنبور نوازه ویم آموزشگاه تمام کرد، تاشکند کنسرواتوار تمام کرد، همه دوره‌های ویم شده به همه دویم سرود میخواند. دویم پسرم شهرت با هم میخوانیم، هم آوازی کرده. سیمش دوتار نواز و آموزشگاه موسیقی تمام کرده که هم این کلاوش میگم و مینوازه، دوتار دایره همه خیلی. اکنون این ها رو راستی که من نمیخواستم که صنعتکار شوم، خیلی همه خیلی تقدیر بود از نه ما همین صنعت میریم گفتن صنعت. من نه برای آنکه صنعت ها رو دوست می‌دارم، برای آن را صنعتکار شدنشون را خواستم. در صنعتکار حیاتش بسیار وزنین. هر کس هر خیال میکند دائمی ها با رقص و بازی در کجا بینید شادی و خرسندی در همونجا صنعتکار. نه خدا رو شکر همش ما هم شاد خرسند هستیم از حیات، لیکن یک حیاتی عائله‌ای در خانه همه وقت نمی شوید، خصوصا اگر مشهور باشید. فرزندا بعد دیدار شما محتاج، شما با دیدار آنها در خانه یک اهل عائله نشسته، اینم یک بخته عائله جمع شده نشستن و صحبت. خیلی با خلق خدمت کردن این وقت کلام. اینم خیلی همه خیلی نشوادم چیکار میکنید؟ خدا رو شکر. برای همین من نمیخواستم یک رژیم حیات نیست، نه خواب نه حتی خوراک وقتش نمیخورید. همه خیلی دوره ها میشد که یک روز هیچی نمیخورید، وقت نیست یا که خواب نمیرید. راست دیگه همین با خواب همه خیلی احتیاج داشتم، باور نمیکنید که همه خواب سیر میشم. من فقط دویدن بوده، جاهای دور میرفتم، گاسترول و این و کنسرت و مردم تکلیف میکنن، خیلی همش ناز گذشت. بهترینش به فکر من حیات عادیانه هم صمیمی، خصوصا عائله دار شدن بعد فرزندها. وقتی فرزندها رو من حاضر وقتی خودم میحسابم، همون ها رو خوشبخت بینم اگر من خوشبخت. اگر در هر دور زمان البته به فکر من این فهمیش تغییر یافته ایستاده است. البته در جوانی مثلا یک به مشق خود رسم من خوشبخت. بعد من احترام مردم از همه بلندتر این خوشبختی که شما با مردم در کار همه خیلی قبول شده بود است که فرزند را پدر به نزد استاد میبرد، همین فرزند ما هنر یاد میتید، کدام هنری که نباشد، همین گوشتش از آن شما، استخوانش از آن من. از روزی همه کودکیش استاد تربیت میکنه تا روزی که استاد فاتحه میدهد و راهی سفید میطلبد، تا همون روز شاگرد خدمت استاد کردنش نکنه. استاد نه فقط هنر یاد میتید، آداب و اخلاق و دانش و
عموما حیات را می آموزد. فقط هنر نه. من چنین استاد شاگرد را من استاد شاگرد می شمارم. همه طرفه آدم صنعتکار، مثال هنری صنعت را گیریم، صنعتکار چخیل باید باشد؟ فقط سرود خوب خواندن یا موسیقی نغز نواختن این آدم نه. فقط هنر دانستن و وانده آداب و اخلاق نباشد، یک معامله آدمگری را نداند، این مکمل حساب نمی شود. به نظر من هر یک هنر را مسئولیتش هست، فهمیشش هست. چه خوش است اگر بود آن قدر هوسی بلندی منظرت که بر آن مکان چو قدم نهی خم گردشی نخورد سرت به دو روز مهلت این قفس دلت آشیانه صد هوس دلت آشیانه صد هوس نی آگه است تپیشی نفس که چی بی زمین شکند پرد. جورابک نبیف از فرهنگ بای و گذشته پرغناوت افتخار دارد. در کجایی باشد، در کدام محفل هنرنمایی کند، با افتخار از آن حرف میزند و دیگران را با آموختن و پاس داشتن میراث بای فرهنگی دعوت میکند. گذشتگان ما بسیار به مدنیت و به معرفت بودن. همین را میخواهم مردم ما مدنیت بلند داشته باشند. در همه جا با مدنیتشان فرق کرده ایستند، بالا ایستند، با معرفتشان، با معنویاتشان. همین را تمنا دارم. برای این کوشش کردن کار فرزندای عزیز بسیارتر به کتاب رو آورن، با معلومات شوند، با هنر باشند. البته این خیلی فرزندا که مردم مملکت ما البته گل میشکفد. آبروی اعتبار مردم ما، دولت ما بلند خواهد شد، باز هم بلند خواهد شد. البته قلعه دین نکنی بی مدد دل حافظ لشکرت گر نبود ملک مسلم نشود تا مشرف نشود بنده به سلطان صفتان تا مشرف نشود بنده به سلطان صفتان هرگز در نظر خلق مکرم نشود هرگز در نظر خلق مکرم نشود دلی و
و شام آزار و جان عذر که مداوای چونی ریش به مرهم نشود گر شکستی تو کند حاسد بدخوی کمال دلت از جان رود دانم و در هم نشود سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین شکند سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین شکند قیمتی سنگ نیفزاید و زر کم نشود قیمتی سنگ نیفزاید و زر کم نشود تا مشرف نشود بنده به سلطان صفتان هرگز در نظر خلق مکرم نشود هرگز در نظر خلق مکرم نشود